یک رکعت یا یک چند رکعت یا یگان رکن دیر کرد، شاید خوابش برده باشه، شاید نفهمیده باشه. همین پرابلم ها خیلی زیاد میشوند، مخصوصا در عید. ببینید یک میکروفون میبره در درون امام چیکار میکنه، این خفگی رو نمیفهمه. حالت های میشود که مثلا امام در رکعت دیم قبل از او که بر رکوع بروه باید تکبیرهای زواید بگه، بیچاره فراموش میکنه. و امام هم آدم های الله اکبر میگه، رکوع میکنه، بعد سجده میکنه، میره و مردم بیرون ایستادیم او هم دستور را در گوش برداشته و ایستادیم. این همین آدم لاحق میگن. حالا که همون آدمی که رکوع دریاب نکرد، سجده را دریاب نکرد، این لاحقه. اولی نماز قطع امام بود. همین طریقه خواندن همین چه خیلی میشود. باور کنه یک کمبودی میکنیم، یک نقصان، این هم طریق شود کار گرد میشود که یک برابر مردم نمازاشو فاسد میشود. اما در محفل معرکه وقتی سوال میگوی بتین اما خب در دهن او گرفته گیه. لاحق اول لاحق خونش هم میخونه. این همین حالتی مثلا نماز عید فرض کردیم که امام فراموش کرده، تکبیر زواید نگفت، رکوع کرد، بعد او سجده دارم، بعد یو میفهمم که امام برفت است دیگر سجده دارم، باید اول رکوع کنه، برای رکوع دیر کده گیری، بعد همون سمیع الله لمن حمیده گفته میخیزه سجده میکنه. در جایی که امام دیرو کرد با باقی مانده نماز قطع امام میخونه. اویشه که تأخیر در غلطی بود، اول همون را انجام میده، با باقی مانده نماز همراه امام میخونه. برای لاحق قرائت نیست، هیچ قرائت نیست. خب طایفه سیما مسبوق میگن. مسبوق شخصی را میگن که یگان رکعت یا همه رکعت را دیر کرده است. امام از کفاش تکبیر تحریمه گفته است، اقتدا کرده است، مقصد هم تحریمش به تحریمه امام بستگیه، یا نه که در اصل از یک رکعت یا یک چند رکعت دیر کردگیه. اینا مثلا اومد که امام در رکعت دیگه یا در رکعت سیوم یا در رکعت چهارم ای کفا امام اقتدا میکنه. هر چیزی را که امام میخونه متابعت امام در کلای واجبه پیروی میکنه. وقتی که امام سلام داد میخیزه همون چند رکعتی را که نخونده است مثل تنها گذار میخونه. تنها گذار باری که خوندی حتما قرائت میکنی، سبحانك اللهم میگوی، مقصد همه هم کار را انجام میدی. ای تنها گذار مسبوق فقط همین فرق داره که از قفای تنها گذار اگر یک شخص دیگه بیا اقتدا کنه اقتداش درست میشه، نه که از قفای مسبوق یگان خیلی اقتدا درست نمیشه. اینا مثلا اومد مسبوق در مسبوق خونه اومد که امام در سجده این هم همی اقتدا کرده، سجده کرد که امام شیشت، این یگان رکعت اولی دیرو کردگی نیست. امام شیشت اتحیات خوندن دار، اگر چند دقیقه خوندن امام اتحیات واجب نمیشه، اما از خاموش استودن بهتر است که اتحیات هم بخونه تشهد. همچنین همو مثال مسبوق خونه داره، امام باید سلام بده ببرویه، ای بعد بخیزه با خیمانده نماز شب بخونه، اتحیات هم میخونه، فقط اتحیات کشدار میخونه، آستا که همو تو همو سلام دادن امام اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلوات را نمیخونه، فقط اتحیات میخونه و خب میکنه قرار میشته. امام که سلام داد درو نمیپره بخیزه، اندک تأخیر میکنه، به خاطر اون که امکان داره که امام یگان غلط کردگی در ذمه امام سجده سهو واجب شده. اگر ما بودم حالت امام یک طرف سلام داد قرار ایستادگی، امام که سجده سهو کرد قطعش پیروی میکنی، اگر چند او خطاش تو دیرو کردگی نیستی، در هم گذشته وای، نه که مادام که از خفای امام اقتدا کرده اطاعت و متابعت امام در ذمه واجب شده. برای چی سلام دیگه دادن نمیخیزن؟ برای که وقتی سلام دیگه داد یقین میشه که در ذمه‌اش یگان سهو نیست، سجده سهو نمیکنه. آن می طرف سلام دیگه که داد بعد میخیزه و مسبوق خونش میخونه. خب طریقه خواندن نماز مسبوق، مثال اگر اومد امام در آخرین رکعت دریاب کرد، فرض کردیم نماز 4 رکعتیه، میخیزه ایجاش بعدش سلام امام 4 رکعت نماز میخونه. اینم چه خیلی که تنها گذار میخونه، در تای اولش با قرائت در بین قاعده میکنه، در تای دیگه‌اش فقط با فاتحه به قرائت. خب اگر به شرطی که ای 3 رکعت مسبوقه اومد که امام در آخرین رکعت دریاب کرد، چیکار باید کنه؟ امام که سلام داد
با قول امام اعظم ابو حنیفه که کل مغربش گفته است، یعنی این باقی مونده 3 رکعت دیگر را مثل نماز شام میخونه گفته است، از جوش میخیزد 10 رکعت نماز بوزم سوره میخونه، 10 رکعت بوزم سوره، بعد قعده میکنه اتحیات میخونه، ای جوش میخیزه 1 رکعت دیگه به سوره میخونه، این دفعه میشینه قعده اخیر را میکنه و سلام میده. این قول امام اعظم ابو حنیفه است. رکعت اخیر اولی خب کن. وقتی سوال پرسیدم گپ نزدی خب کن. انا همون روسو یا گپ دارم که میگه که کنه на приправе не меняют. اون جای دیگه ایواز کردن نیست. در بین صحبت دیگه ندارم. اگر به شرطی که مقصد همین حالت شید میتونه که نمی صورت اولی گفتم می قول خود امام اعظم ابو حنیفه بکنه، نه که از این صورت بهتر و خوبترش که اکثر فقهای متأخر فتوا میدن در مذهب قول امامین، قول امام ابو یوسف امام محمد آخرون رکعت اومد خطی امام دیرو کرد. امام وقتی که سلام داد میخیزه از جوش 1 رکعت بوزه به سوره میخونه، بعد همین رکعت میشینه قعده میکنه اتحیات میخونه، به خاطر اون که او شیشتن خطی امام حساب نبود. این فقط همون امام متابعت کرده است، پیروی کرده است، اما برای را او شیشتن یگان اعتبار نداشت. 1 رکعت دیگه که خوند بعد 2 رکعت قعده اول واجب بشود، میشینه اتحیات میخونه، بعد میخیزه 2 رکعت میخونه، رکعت اولش بوزه سوره، رکعت دیگه‌اش به سوره، بعد قعده اخیر میکنه اتحیات میخونه با صلوات و این نماز خارج میشه. ای همه مشکل تری حالت مسبوقه اینا گفتم تو. اگر اومد که امام علاکه 2 رکعت خونده است، مثلا اومد امام در قعده دریافت، قعده اول یا امام در قیام رکعت سوم دریافت، این شخص همراه امام 2 رکعت همه خونه و امام که سلام داد از جاش میخیزه 2 رکعت با سوره میخونه، با سوره قرائت برای اینا فرض است، همون رکعتایش در مسبوقه که قرائت بکرد امام. خب اگر به شرط اومد امام همون مقصد که علاکه 1 رکعت خوندگی است، در رکعت دیگه امام دریافت کرد، خیلی که اوسومه امام که سلام داد ای جوش بخیزه همون 1 رکعت بوزه سوره میخونه. اینا یه حولی مسبوق، اینا ببینید ایا مسبوق یا لاحق یا مدرک چقدر گپ میبروید. باور کنید اینمی دوملوها رو یا بپرسه همه خونان همه کتاب زیاد است، ای همه بیشتر با همین درسی صلات است، ای همه کتاب کلانتری کتاب صلات، ای همه زیادتر با پرابلم آدمی نماز میشه. همین خیلی ده انسان خاصیت شمیه فراموش میکنه. الانسان مرکب من الخطا و النسیان، انسان ترکیب یافتگی از خطا و نسیان. ولی حتما بپرسه بچه‌ها، سوال کنید، هر چیزی در شبهه داره، هر چیزی هست باز میگم که این بسیار مهمه، بسیار لازمه. ندانستن آدم از مسئولیت آزاد نمیکنه. همون قولی که نیزدن زکان و اسبابجده در تطفیل سویستی به خدا قسم اسلام گرفته شده. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر سوال کنید چیزی را نمیدونه. امر پروردگار است. نشان قره امروز قیام استقبالتون تغییر کرد خم میشم بودید یادش آمد که زمین سوره نکردم، یعنی رکوع نرفته، ولی تسبیح با کلی نگفته، رکوع نرفته و تسبیح کنه نه، همین جاش قفو گشت، یعنی الله اکبر میل کرد و گشت قفو گشت، یعنی قومش خم نکرد. نه قومت خم نه، همین کلام گشت راست کرد و زمین سوره کرد. در همین صورت چی میشه؟ با فرض با انتقال فرض واجب نمیشه. اما حالت رفت در رکوع قرار گیرید تسبیح هم نگفته باشه. بله. اگر الک میونش خم شده باشه، همین پلاژن رکوع را گرفته باشه، الک این دیگه باید قفو ندارد برای زمین سوره. به خاطر اون که رکوع فرض است، زمین سوره واجب از فرض به واجب نمیگردد. اگر ما بودو گشتم انا هیچ فایدهش نمیکنه، یک کاری یا عملی میکنه که کراهیت داره، نمازش با کراهیت انجام میشه، در آخر نماز حتما سجده سهو. اگر نگشت انشالله در آخر نماز سجده سهو میکنه، به کراهیت نمازش دست میشه. برای که او سجده صلاتی وریه، او بعد نماز فایده نداره. او سجده او را فقط شخصی میکنن که در نماز نیستن.
شنیدن در نماز نیستن بیرون نماز دا سجده میکنن. نه که کسی که در داخل نماز آیه سجده را خوند اگر در همون نماز سجده نکنه بیرون ای نماز دیگه نیست. بیرون ای نماز جای او را گرفته نمیتونه. جان سلامی و فراموشی ای نماز بیرون نمیکنه. نه. در صورت سلامی و فراموشی هر دو طرف هم دو سجده سهو واجبش میشه و مقصد یا رکعت مونده رکعت باید بخونه تو مسبوق هستی در همین حالت فراموش کنه همراه امام سلام داد هر دو طرف نه نمازش فوسی در نمیشه و سجده سهو واجبش هم نمیشه بو باید بخیزد میخیزد یا رکعت دوام یا طرف سلام دو دنبال چی؟ یا طرف سلام کی آیدش بمونه یا طرف تیمبولی دو طرف که فوسید داشته و یا طرف تیمبولی خان بعد نماز حیاتش رفتید سجده تلاوت کنه میشه یا همون اویا را در نماز خود یا که بیرون ای نماز همون اویا را میگون پیش ای نماز خون یا در درون نماز پیش ای نماز خون میکنه یکون مشکل نداره هم سوال است سبب آبرو و عزت اولا در دنیا میشه همین روز یک محفل حاجی بود یک حاجی بود نبیرش گرفته است و ورد است نام نبیرش عمر بعد گفت که هم التماس کرد که همین نبیره من یک قرآن کنم این در بین حاجی فخر میکنه او بگو نمیکنه نبیرش با تجوید ترتیل با آواز شیرین قرآن میخونه فخر نمیکنه وقتی بیگانه ها راحت میکنن لذت میبرن برای خودی را چنان شیرین گوارای هست که او دیده فرزندی خود همه شیرینتر همه زیباتر در چشم میتوان همون سبب خوشبختی در دنیا میشود سبب نجات فرد روز قیامت زیرا که پیشه باید روزی که کار افتاد گر پیشه نداند بیل کلند تیشه اگر با شرطی که حالتوی میشود مقصد حالتوی استثنایی که یک آدم امکان حفظ کردن علم نداره امکان حفظ کردن قرآن نداره بعضی ذهن به حد کم میشود آخی همین که هم بگوی کلام که بروش وزبی نیست اینه که نمی میگوی که یک سطر از یاد جانش بگوید خیلی آدمی زود یخیر نمیشود اگر دیدی که پون نداره علم خوندن نمیتونه بر در پیش یک استاد بمونشده یاد بگیره یا هنر یاد بگیره خور نمیشود اگر هنر کی بدونه 100 کس در پیشش بو گردنش و کش بشود هرگز خطی نداند یا پیشه نتاند پس گاو و خر چراند در کوه دشت بشه آخه اگر که علم نآموخت یا هنر یاد نگرفت زندگی مجبورش کرده چیکار میکنه بیچاره مجبور ده مرده شود کوه به کوه دره به دره بگرده از انسان هم دور از مقصد که معرکه و محفلوی مثلا مسلمانی و مردمی هم دور خویده همین ایاخی برای فرزند عزیزای میگن ادبش علمش تعلیمش اصلش عزیزه سعی کردن در کار که همون فرزندا را تعلیم بده نسبت فرزندا بی‌پروا نباشید اینا ببینید فرزند چقدر شیرینه کودک وقتی کسل میشوه همون پدر و مادر گریه میکنن دعا میکنن خدایا همین درد یک فرزند درمان بده راست ببینه در سکرات میگه جانی مرا بگی و همین فرزند باشه همین خشرینه میگه اوخی وقتی که اخلاق نداره ادب نداره تعلیم نداره دردی سری فرزند میشه دردی سری پدر میشه به خدا قسم اینا دوملو را شاهده در حیات دیدید پدرای را که میگه خداوند زودتر میره جهنم بکشه بچه خیچه الان بچه‌ای را که در خودش میگه که خدایا درد یعنی در من بده میگه که خدایا زودتر جان شبگی که شرمندم کرده است ایدس یعنی بداد اومدم من سعی کردن در کفر رو دارم ولی همین در اسلام عموما در دنیا یگان اویله مسلمان نیست که ارزوی پسر دار شدن نداشته باشه غیر مسلمان ها خیال میکنن باید بچه در دختر از یاد سویده ولی همین رسول را بگو میگن دختر خوبه بعد بچه زپای میروه دیگه هم الکل میشه میروه البته دیگه هم اویله مسلمان ها شاید در دنیا 2 میلیارد مسلمان باشه
ягон оила едест ки орзуи писардор шудан надошта бошад. ба хотири чӣ? ба хотире ки агар мусулмон ҳамун фарзанда таълими исломӣ бита, ҳамун кӯдак дар охири ҳаёт дастгираш мешавад, асобкашиш мешавад, сабаби обрӯ ва иззатиш мешавад. дар ҳамун вақтое ки дига ай дасташ ҳеҷ кор намеояд, қанатиш мешавад, ҷои дасташда даст мешавад, ҷои пошда по мешавад. соли 2009 амрико дабдем, баъд як ҷо ҳамун ҷои бепарасторо бигем акам. Ай бепарастор ғализ бия, чхили бия, ҷои калонсоло. ҳамун бурдан мо акам. мақсад ки ай ҳамун имконоти васеъе ки доранд, моро огоҳ кардестиян, нишон додестиян, дастовардор шуданд. ҳақиқатан ура ҷои бепарасторо гуфта намешавад. ӯ мумкин ранги ҳамин четырёхзвёздочни отел бори мақсад ҳамтари чӣ дошта бошад, шароити имкон дошта бошад. тамоми чӣ ҳастай, абашаи плаватини бассейна мебинӣ, тенниси корта мебинӣ, ягон ҳама шароито муҳайёа. баъд гуфтам ки нуқтаи назартонро бигем. мо гуфтем ки ҳамин чӣ зиндагие ёхи. аммо одам пир шава, ай хона ва дар дур, ай фарзанда набера дур, охи ширинии ҳаёт ҳамун фарзандаи набера. чӣ ҳаёт? баъд як тарҷумон доштем, оғои инсоф мегуфтанд, аз афғонои ҳама амрико. ана калонсол хона сохта, ман намедонам имон дошт надошт. гуфт шахсан барои ман ҳамин ҳаёт беҳтара. ман ҳамеда зиёдтар меписам. ман тоқати таҳаммул надорам ки миннати фарзанда миннати хеле нагӯш кунам. ман дорам бача, лекин ман ҳамин хидмат ҳамин иншоалло агар ҳамин ба сину соли ҳамун кибар ки расидам, ҳамин тавсия метавам ки ҳаминҷа биёрам. як афғони дигарам хатиш буд, оғои Довуд мегуфтанд. муш ҳамун бигем ки ҳамун менталитети афғониву исломӣ хича гум кардагӣ набуд. ва ӯ як қиссаи аҷиб кард. гуфт мо 29 сол пеш амрико ҳамроҳи падарам як бародарам, ҳамин модар мумор гуфта хистем омадем мусафеда овардем. як рӯз мега дар як квартира шиштагем, квартира дорем, якҷо квартира симат кардагем. нохост дар занг зад, мега дара кушодум ки кормандои страховка омадем, кормандои бима, афғоно бима меган, страхование. омадан гуфтан ки ҳамин хонада шинидем ки мусафед будааст, биёя мусафеди падартона страховат кунем. мусафед намефаҳмад ки бимаш чияст. ба фаҳмонданаш ки ҳамин мақсад ака ӯ гап мезанад, мо тарҷума метавонем да ки мақсад ин ҳамин боз як маблағе месупоред, агар касал шидӣ дору давот ҳама дар ҳисоби ҳамин фирма мешавад. агар мурдӣ гуру чӯбу кафанат ҳамаш аз ҳисоби ҳамин фирма мешавад. яке ягон ҳодисаи фавқулода шид, мақсад ҳамин расхода ҳамин фирма ба калам мегирад. мега ман ай тарафи рост падар шиштагӣ буд, додарам ай тарафи чапаш. мега ҳамин дасти ростша анаира ғайрати исломӣ меган, анаира бовариву яқини исломӣ меган. охир ислом ба анамиш зеб дора. мега ҳамин дасти ростша дар китфи ман партофта, дасти чапа дар китфи додарам. гов ки бимаи ман анами фарзанд омад. ба фарзанда барои ҳамиқа калон кардам. барои мардуми ғарба ин чиз аҷиб метавад. ӯ мардума дидаи ҳамун хонаи бачаш ки барава киш набошад, бутербродаш киш мебарад. бисёр ғайрат кунад, як чашка кофеш меравад бачаш. барои мардуми мура як кори муқаррария, ӯ барои сари таълим гирифтагӣ ҳамин дар худ мо ҳастай ки ҳо вақте падарак фарзанд асокашаш мешавад. бимаи ман гуфтан ҳамин фарзандо ва баъд дар қиссаш нестам. ахна мегӯям пагоҳ мо фахр кардем. яъни худои таоло ҳамин хел ақидаи бузурга додааст, мо ҳамин қадар дини бузурга додааст. мо субҳаналлоҳ, ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест. ҳамон ҳазрати абдурахмони ҷомӣ ки нав эшон бобо бар ғазалаш мухаммаси тайёр кардагишона хонданд, ҳамон ҳазрат мегӯяд ҳеҷ неъмат беҳтар аз фарзанд нест, ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест. ҳосил аз фарзанд гардад коми мард, зинда аз фарзанд бошад номи мард. даста ту гирад агар афти зи пой, поя ту бошад агар мони ба ҷой. пага агар аз поки ғалтиди даста ҳамун фарзанд мегирад. вақте ки чулоқ шидӣ ва гашта натуристӣ, сари ҳалқат мекунад.
سبحان الله همین احمد هم میبینم، نورالدین هم میبینم، بابای حاجی را اسوکش شدوخی برای روزای جمعه میبینم همون تا میگیرن میبرنش خدا را شکر بو میگیرن بول میکنن میورنش. یعنی مقصد هم فرزند به همین قروزه تربیه کردن و کلام کردن. دشمنت را شیوه از مای شیون است، خواسته گوی بحری قهری دشمن است. همین پدری که فرزندای بناموس و بغیره داشته باشه که جرأت میکنه او را کجله دیگه کنه. همون قبری را به گلشن مبدل میکنه. یا ببینید روش سعی کردن در کار فرزندان هم آداب و اخلاق را آموزه. هیچ میراث بزرگتر از آن آموختن اخلاق و آداب و علم روی پدر نیست. یک وقت همون دورای پرسترویکا بود باور کرده اکنه همین گپ کورو برماده است. در تلویزیون یک ارمنی را نشان دادن، این همی زوادی ازیلکا کو ماسکویچ خریدم دست او ارمنی شوستریا یک میلیاردری کلام اگر همکاریاشو نو شروع شده بود با کدوم فیلم دیگه همراه ماشین راست میکرد یا و همون گپ زد گفت که اینا انا من یک پسر دارم در دین رجنینش گفت کتاب خریده باشه یک کتابش خریده من امکان دارم گفت که ماشینی پیشا بخرم بتونم ماشینی پیشا نه که بگذار امروز وقتی خوندن شاید بخونم خون تعلیم گرفت همون ماشینی پیشا بخدش خریدن هیچ سبحان الله بودی این ارمانی روی این عقل فراسخت روی همین کسی اگر هم طریق فکر اندیشه داشته باشه میبینی فرزندای خوب میشوند، فرزندای تعلیم دیده میشوند، فرزندای کارآمد میشوند. اگر که همین فکر اندیشه که نباشه خار میشوند. بعد این مرده پدرم فرزندی که اب کشیده، فرزندی که ای دستش یگان هنر ناومد بخوای نخوای خار میشوند. انشالله این اکبر ما از زمره هم بچه‌ای هست که تعلیم پدر را گرفته است، تعلیم بابا را گرفته که یقین است که او فرزندش در هم روحیه تربیت میکنه. از خداوند بزرگ تمنای او را داریم که خداوند سمیع الله ما را از جمیع بلا و گزنده حفظ کنه. قاری قرآن و محب خدا و پیغمبر یک جوان مردی با غیرت و همت محب و کمالش برسانه و پروردگار در این خاندان فیض و برکات و خیرات و حسنات چه نازل می‌سازد. خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند به همین خیر روزای سعادت و خوشبختی و روزی توی فرزند نبیره و عبیره و چنگاش برسد. و انت خیر الفاتحین. این خیر شرکت دارم از نام داملوها، از نام سادات محترم، از نام حاجی ها، خیش اقربا، دوستا، پیوندا. اولا بابای حاجی حمیدالله را به خاطر توی ختنه عبیرت میشه و حضرت ویره که خودشه خودش نویرهی عبیره میشه توی ختنه سوری عبیره شون. خوب بخت اقبال دا خدا عمرت بتا که بیای در توی عبیرت اشتراک کنی و خدا قسم از جمع نعمتی هستن. حضرت سوال کردن از خوشبختترین آدم که همین خوشبختترین آدم کی است، بهترین آدم کی است؟ گو من طال عمره و حسن عمله، کسی که خداوند متعال عمری طولانی و عملی نیک خوب براش نصیب روزی گردانده است. بابای حاجی را بعدا حاجی عبید فیض برکات و خیرات و حسنات خیش رو نازل بسازد. تو یک بچه چی بود نامش؟ سمیع الله. سمیع الله. خداوند سمیع الله به همین نام زیبا همیشه شنونده فرمان خدا و پیغمبر بزرگ بسازه و پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند عمرشون بده که در توی نکاحش هم شرکت کنند. سبحان الله. ببینه دوستا و عزیزا و محبا جمع اومده گیرند. اصلا قاعده همین است. وقتی شخص خرسندی داشته باشه سعی میکنه که شخصای نزدیک شه، دوستاشا، پیروشا دعوت کنه.
همین جبده خدا و راستی بگو ایشون من سوال کردم که حضرت هم یا ایشون این سعدلو قدر بو خبر و آگاه نبود از گفت نه حضرت را خبر نکردیم باشه گفتم چه خبر نمیکنم حضرت شیخ سعدی را قصه میکنه همه یاد دارم زی عهد صغر حضرت قصه را در بستانش کرده است همه یاد دارم زی عهد صغر که عید برون آمدم با پدر یاد دارم میگه وقتی که خورد بدم پدری رحمتیم زنده بود یک عید میگه دست ما گرفته تماشا برآورده کم شهر این شیراز شهری کهنه این همین قدیم الایام همین شهر بود این مثال شهرهای نوبنیاد نیست هم دوره شیخ سعدی هم یکی شهرهای بسیار آباد و زیبای همون زمان عصر بود اگه تصور کنه که در روز عید بود چقدر شهر را آراسته میکنن زیبا میکنن مردم خرسند میشوند با خدا من خودم در همین عید به درجه خرسند خشنود چیدم این همین میبینی چهره یک شده کودککو را وقت خشی مردارا خدا شاهد ایمانامون آب خورد مردم پزمان شیده بودیان حقیقت هم پزمان شیده بودیان همه عید عجایب عید کردن بسیار راحت کردیم اگه در یک عید میگه پدرم دست ما گرفت و شهر تماشام برو با بازیچه مشغولی مردم شدم در انبوه خلق از پدر گم شدم خاک شهر آراسته کردن یا جا داربازا بازی دارن یا جا گوشتینگیراش گوشتین میگیرن او یا جاش اسب سواراش اسب دواناش اسب میدوانن هر جا هر خیل بازی و مشغولیت انتری بچه میده میگه همین دیگه دهنم یاله همو را تماشا کردم پدر مگم کردم در بین اون مردم رای خونه را نمیدونم برآوردم از بیقراری خروش دو فیغانم برآمد میگه برآوردم از بیقراری خروش پدر ناگهانم بیمالید گوش یعنی پدرم میگه در پشتم بدست همین دوایی که کردم ای گوشم قپید پدر ناگهانم بیمالید گوش که ای شوخ چشم آخیر چند بار بگفتم که دستت زی دامن مدار شوخ چشمش یعنی که شوخ چشم یعنی بی‌ادب یک فعل داره مالی همین خولیگان بهترین ترجمهش این همین شوخ چشم روی من تو را نگفتم که دامن و سر نته در این بین مردم ها رگم میزنی گم نشوی گم میشه دیگه پرابلم هم میشه گفتن ایتا که ای شوخ چشم آخر چند بار بگفتم که دستم زی دامن مدار و حضرت نصیحت میکنه خواننده هاشا این همی مردم مسلمانه مردم فارس زبانه افسوس و صد افسوس که ایا گوش میدره و گوش دیگر میبره میره ولی بعضا من همین فکر میکنم این قدر پند نصیحتی که در ادبیات ما هسته به خدا قسم در یگان ادبیات نیست باور کنه همین شیخ سعدی ما با تنهایی جواب تمام ادبیات جهانی را میده در پند نصیحت این استاد نصیحت های نه که بو میبینی بی ادبی مردمی ما دشنام و حقارت این مردم ها بی‌تمیزی ها را آخی رزباروی بی‌معنی را از برای خدا در راه میره نه شفیار ادب داره نه پاساژیر ادب داره نه پیش خود ادب داره حیوان میشیده یه خیال میکنم که همین چند که بی ادب زیاد میشیده است بیچاره در همین برای هر بگفتی هم ده که جوی در کده اونجا مینولی کن حضرت میگه تو هم طفلی راهی با سعی فقیر میرو دامنی رازدان ها بگیر فرزند مسلمان همون طفلگی نمی توی پشت در سرت بگی رهگم نزن برای اون که رهگم نزنی دامن یا بزرگ بقب دامن یا سعید بقب دامن یا استاز بقب که از همین بومبستی حیات نجات بیابی رهگم نزنی فریبت نتن از راه حق منحرفت نکنن سبحان الله حضرت محمد ابن منکدر نصیحت کرده است میگه این هذا العلم دینکم فلینظر احدکم ممن یأخذ دینه انا علمی که شما میگیره این دین شما برای آدم نگاه کنه که دین شای کی میگیره ای آدمی با تقوا باید بگیری ای آدمی اصلدار باید بگیری ای آدمی متقیه که خودش پیرو است خودش مقصد که پیروی مذهب است خودش مستقیم ای هر یک
ابله قدی کوچکی گرفتی خب ابله میشه میره تو هم طفل راهی به سعی فقیر گرو دامن راه دانان بگیر مکن با فرومایه مردم نشست چه کردی زی عزت فرو شویده است با همین مردم فرومایه و بدبخت بدتینت هم نشینی نکن اگر که کردی نه آبرود میمونه نه عزت میمونه نه برکت خدای تعالی میگه یک کس سوال کرد والله اعلم همین دین بود یا نه روزی جمعه بود یک کس سوال کرد که گفت همین یک رفیق داریم اوقی پدر های خفی همون معامله و مناسبت میشود اوقی پدری با اودی نه این خونه سوخته قطی پدرش قد به قد میکرد از پدرش هم میزده گفتم همین نصیحتش که شرط بزرگت پیشش برای توبه کنه در پیش پدر صدقاً نامعقول بس کنه قطعش یا رفیقی و دوستی تا دوام بده نه که اگر نکرد اوخش تا در سرت بگی تست فوتا بکش که کسافت همین بعد بدی یاد میگیری آخی همین خربزه رنگ میگیره همسایه همسایه نکنه که یه روز ترام قطعی پدرت قد به قد شد نکنه که یه روز فرزندت کشتر ایتره بگیره قطعی تری بدبخت و رفیقی نکرد چه کردی؟ زی عزت فروش بویده است حضرت صلی الله علیه و سلم همین نصیحت را کرده است برای ما و شما باید ما تعالی عنهما روایت میکند از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که حضرت نصیحت فرمود گفت من کان له ولد فلیحسن اسمه و ادبه هر کسی را که خدای تعالی صاحب فرزند کرد عجب نعمتای فرزند ایرا ببینید در ناخون فرزند مردم زورن به خاطر همین فرزند شدن چی بیچاره صرف خراجاتای نمیکنن شویتزاریا میروند اسرائیل میروند دوغه با تمام کاو خاک بلا و به همه چی راضی میشوند که همین فرزنده گیرند وای را که با خدا نمیتونه ببینید به هزار امید و آرزو میروند ایمی دید داما و ای مردم کودک هم میگیرن ای خوردیش اگر چند طفلی بیگانه هم باشه کلانش میکنن چرا؟ به خاطر اون که فردا برای مرد مسلمانی را که عقل فروسه داره و فرزند آداب و اخلاق میآموزونه انمی فرزند بگیم گارانتیای پیری شای استراخوف کشای اگر به شرطی که تعلیم و تربیت گرفته باشه برای حضرت بود که وقتی صاحب فرزند شدی همین نعمتی بزرگ خداوند برات داد اولا براش یه نام خوب و زیبا انتخاب کن نامی که نام کتابی باشه نامی که سبب افتخاری همون طفلک باشه هم در دنیا و هم فردا روز قیامت سبحان این نام کی ماند با حاجی سمع الله ایرا نمیدونم مکبو انا یکی آتشه نام بیانگری ایمان انسان باشه بیانگر دین انسان باشه همین نام تشریدن بفهمن که مسلمان از این دیگه خوشبختی بزرگتر نمیشه و ادب در شرط دوم برای اون که همون فرزند کامل شود برای اون که همون وظیفه و مسئولیتی که خدا و پیغمبر در ذمت گذاشته است سبکدوش بشه ولی یحسن ادبه باید ادب اخلاق با آموزان و طفلک آخه طفل وقتی ادب اخلاق نه آموزانی به ادب کلان شود در قد کوچه همین کسی ببینش اول پدر را لعنت میکنه در همین دنیا این تکار و ذلیل بعد ادب باشه همه رحمت میکنه اگه تصور کنه که از دنیا گذشتی رفتی تو در عالم برزخ محتاج هستی که یک از در حق دعای خیر کنه لعنت بشنوی عیبی فرزندی ناقابل همین در کجا راست میآید همین ادب بسیار مهمه برای فرزند ما نحل والد ولد افضل من ادب حسن هیچ پدر به فرزند خودش بزرگتر میراث از اخلاق و آداب حسنه نگذاشته است فرزند همین خوردی تعلیم دادن در کار فرزند از خوردی با خدا و پیغمبر آشنا کردن در کار ایامو خوردی باید در همین منتالیتی ما و شما همون کودک در بدروریم که با ای خود کلان احترام کرد ریش سفیدار احترام کرد خدا را دوست بدار پیغمبری خدا را دوست بدار شریعت را هاشی نمیای اگر کردیم هیچ کس دیگه او را گمراه کردن نمیتونه باور کنیم همین اهمیت داده همین چیزی که در
جوانی و خردی یاد گرفته دیگه او فراموش نمیشه. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. همون مهمون محترم گفت که همون لهجه ای را که در کودکی یاد میگیری دیگه کلون سال هم اون را فراموش کردن نمیتونه. دیده همه پروفسور وقتی که گپ میزنه بخوی نخوی با اون لهجه مادریش میره و